كمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة. درس از کتاب فقه اکبر امام ابو حنیفه رحمه الله. به نام عزت پاک با عرض سلام و ادب و احترام. درس پنجم، الله تعالی با اسمهای و صفاتهایش ازلی و ابدی می باشد. لم يزل ولا يزال بأسمائه وصفاته، لم يحدث له اسم ولا صفة، لم يزل عالما بعلمه، والعلم صفة في الأزل، وقادرا بقدرته، والقدرة صفة في الأزل، ومتكلما بكلامه، والكلام صفة في الأزل، وخالقا بتخليقه، والتخليق صفة في الأزل، وفاعلا بفعله، والفعل صفة في الأزل، والفاعل هو الله تعالى، والفعل صفة في الأزل، والمفعول مخلوق، وفعل الله تعالى غير مخلوق. الله تعالی با تمام نامها و صفاتش از ازل بوده و همیشه خواهد بود. هیچ اسم و صفت برای او نو پیدا نیست. او همیشه با علم خود عالم بوده و علم صفت از صفات ازلی اوست. همیشه با قدرت خودش توانا بوده و قدرت صفت از صفات ازلی اوست. همیشه با کلام خودش سخن می گفت و کلام صفت از صفات ازلی اوست. همیشه با صفات آفرینش خود آفریدگار بود و آفریدن صفت از صفات ازلی اوست. همیشه با صفت فعل یعنی کردار خود انجام دهنده بوده و انجام دادن صفت از صفات ازلی اوست. فاعل انجام دهنده خود اوست. همه آنچه و آن کس که عمل فعل به او انجام میگیرد مخلوق است، اما فعل خداوند مخلوق نیست. الله سبحانه و تعالی با همه اسمهایش و صفتهایش همیشه بود و همیشه خواهد ماند و هیچ صفت یا اسم نو پیدا نمی شود. خداوند موصوف است به صفتهای کمال و این چنین موصوف است به صفتهای جلالی و جمالی، یعنی صفتهای الله تعالی و اسمهای او ازلی اند، یعنی آنها به ابتدا و به انتها و ابدی اند. یگان اسم یا صفات محو نگشته است و از نو پیدا نشده است، زیرا الله تعالی در وجود خود کامل است، چی در ذاتش و چی در صفتهایش. اگر فرض کردیم الله تعالی را صفت پیدا شود یا صفت از او دور شود، پس چنین برمی آید که الله تعالی پیش از پیدا شدن صفت ناقص بوده است و این چنین اگر صفت دور شود در این صورت هم ناقص می شود از مقام کمالی که الله تعالی دارد. این طور شدن از جمله ناممکن و محال است. بنابراین بار دیگر تأکید میکنیم که آفریدگار ما و شما با همه اسمهایش و صفتهایش ازلی و ابدی بوده، محل نقصان در او تعالی وجود ندارد. همیشه الله تعالی حلیم است با علمش و علم صفت ازلی وی است. علم او تعالی قابل زیادتی و نقصان نیست. همیشه الله تعالی قادر است. با قدرت و توانایی قدیمش و قدرت و توانایی او صفت ازلی وی است. الله تعالی همیشه سخن کننده است و سخن گفتن صفت اوست در ازل. همیشه الله تعالی خالق است و خلق کردن صفت وی است در ازل. و الله تعالی فاعل یعنی انجام دهنده است و فعل صفت اوست در ازل. و الله تعالی فاعل است به شریک در فعل و صنع حکمش و امرش و مفعول انجام شده مخلوق است و فعل او تعالی غیر مخلوق است، زیرا خود مخلوق نیست، پس صفتش نیز مخلوق نیست. حضرت امام اعظم رحمه الله در این جا بعضی صفتهای ذاتی و بعضی صفتهای فعلی پروردگار را آورده است، زیرا دانستن این صفات پروردگار برای بنده کفایه است، یعنی در شناختن انسان خالق خود را با صفتهای ذکر شده و عقیده خداشناسی را به همین معلومات مستحکم بسازد بسنده است، چرا که اساس فقه نیز از همین عبارت است. تفسیر ایمان و اسلام باشد تصدیق و اقرار است به خداوند تعالی.
این چنین دانستن او تعالی را با صفتهایش و اسمهایش و قبول حکمهای شریعت او نیز از اصول دین می باشد. از یک سو این اجمالی است و از طرف دیگر واجب است بر مؤمن که صفت کند خداوند را با صفت ثبوتی و سلبی و ذاتی و فعلی. اگر خود قادر نیست به صفت کردن، پس از دیگر کس بشنود صفت الله تعالی را بگوید. آره، در چنین شخص ایمان کامل و اسلام اصیل ظاهر است. اما به شخص بیان کرده شود صفت پروردگار، آن کس بگوید نمیدانم، پس او مؤمن نیست. در این مضمون امام محمد رحمه الله در جامع الکبیر آورده که دخترک نزد پدر و مادر کلان شود و به مکتب رود و علم توحید را ناآموخته به بلاغت برسد، پس او را به شوهر بدهند. چون بر او ایمان را صفت کرده شود، وی گوید که نمیدانم، از شوهر جدا گردد. و صفاته فی الازل غیر محدثة ولا مخلوقة، فمن قال إنها مخلوقة أو محدثة أو وقف فيها أو شك فيها فهو كافر بالله تعالى. صفات او تعالی ازلی است، نه نو پیدا شده و نه مخلوقند. پس هر کس بگوید که صفات خداوند متعال مخلوق است یا نو پیدا شده است، یا در این امر توقف کند یا شک نماید، به خداوند متعال کافر شده است. و صفتهای او تعالی غیر محدث، یعنی نو پیدا و مخلوق نیستند. این یک تأکید و تأیید است برای دانستن اینکه صفات الله تعالی از نو پیدا نشده اند و برای خلق کردن کسی مخلوق نیستند. همه آنها ازلی و قدیمی اند، یعنی آنها به ابتدا و به انتها هستند. پس شخصی که گوید البته صفتهای الله تعالی مخلوقند، یا سکوت کند یا شک آرد در اسمها، پس آن شخص کافر است به خدای تبارک و تعالی. اگر شخص صفات الله تعالی را ازلی نحسابد، یا گوید که آنها به ابتدا نیستند، یا گوید که آنها نو پیدا شده اند، یا گوید که آنها مخلوقند، یا هیچ چیز نگوید، یا در بابت آنها سکوت را اختیار کند و شک آرد و نگوید قبول دارم آنها را که ازلی و ابدی اند، پس چنین شخص نزد پروردگار کافر است. زیرا بنده موظف است که به صفات الله تعالی شناس باشد و آنها را بداند و خدا را با همه آن بشناسد. با همین درس امروزه را به آخر می رسانیم و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیشه گرفتند. الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة